راستی دکتر صاحب، من وقتی میخواستم داخل بیایم من اجازه ندادم تا وقتی ماسک و کلاه نپوشم. به چه دلیل بار اجازه نمیده بدون ماسک و کلاه؟ یکی بعد از سلسله به سلسله مثل یک زنجیره است میگه، حلقه به حلقه باید ما پیش بریم. تنها در فکر جان خود باشین دیگه خوب باز نشد. باید خدای خود بالای سر خود دیده همه چیزا باید نرمال پیش ببره. انسان فقط میتونه با 2 روز بدون آب زندگی کنه، حتی در روز دومش. و این استاد این قدر مونده تو یکم مونده تو 40 ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم. یک سلام طلایی مانند برگ‌های خزانی تقدیم به شما بینندگان محترم تلویزیون معارف و برنامه محسن. خواهران و برادران قشنگم، یادتان باشد که برنامه امروزی ما اختصاص داده شده به آب معدنی. پس چه خوب است در مورد آب برای شما معلومات بدهم. 2/3 زمین و همچنین 65% از بدن انسان را آب تشکیل داده است. پس من معلومات در مورد آب میذارم به بخش‌های دیگر. حال من از شما یک سوال دارم. آب معدنی چیست؟ آب معدنی به چه نوع گفته می شود؟ شاید این سوال برای شما بیهوده برسد. آب معدنی است، اما 90% از مردم نمیدانند که آب معدنی چه نوعی است. اما وقت ازشان سوال بکنیم که آب معدنی چی است، برای ما شما میگن همین بوتلایی که در مغازه ها هست یا در دکان ها هست همین آب معدنی میگن. پس پیش از اینکه وارد برویم با مسئولین اینجا صحبت بکنیم، یک معلومات مختصر در مورد آب معدنی برای شما میدهم. وقتی آبهای چشمه ها را میآورند از چشمه ها به داخل کارخانه، با بعضی از دستگاه ها املای مضر و نمک آن را تصفیه میکنند و برای ما شما یک نوشیدنی صحیح میسازند. پس با محسن باشید تا در مورد پروسس آب معدنی به شما معلومات بدهد. بیننده‌های گرامی، حالا ما در پهلوی مدیر شرکت آب معدنی کسل هستیم و حال میخوایم باشون صحبت بکنیم. سلام مدیر صاحب، خوب هستین؟ بسیار زیاد خوش آمدید میگیم شما را. بسیار زیاد تشکر که تشریف آوردین به این فابریکه که امروز شما تشریف آوردین. مدیر صاحب گرامی، میتونین برای ما بگویید که چه فعالیت هایی داشتین در این شرکت؟ بله، این فابریکه در سال 2019 آغاز به کار نمود که در عرصه تولید آب معدنی، کاغذباب و دایپر تولیدات داره و خوبی از این است که جلوگیری میکنه از تولیدات همنوع کشورهای خارجی که به کشور ما وارد میشه. It is very good. وای چقدر خوب است. و مدیر گرامی، میتونین برای ما بگین که آب معدنی چیست؟ به خاطر که اصل برنامه ما در مورد آب معدنی است. اگه میتونین برای ما بگید. بله، قسمی که از نامش معلوم است، آب معدنی به آب گفته میشه که منرالایی که ضرورت در یک آب است که وجود انسان ها به او ضرورت داره. بله. در این آبا مخلوط میشه توسط بخش لابراتوار یا دکترانی که در اینجا موجود میباشه در فابریکه. خب مدیر گرامی، میشه برای ما بگین که چند سال است این شرکت تأسیس شده؟ قسمی که براتون پیشتر یادآوری کردم، در سال 2019 آغاز به فعالیت نمود که توسط انجینران خارجی ماشینا جای به جای شد و تعداد از هموطنان ما مصروف به کار است و تعداد از هموطنان ما بر زینمی بخش انجینری ازی در اینجا توانست که اونمو مهارت ها را بیاموزه که ما دیگه ضرورت به این نداشته باشیم که انجینر خارجی را به خاطر ست کردن یا به خاطر عیار نمودن ماشینالات از او تقاضا کنیم و بیا امی کار میتونه که اینمی هموطنان عزیز خود ما در اینجا این مشکلات رفع بسازه. تشکر مدیر صاحب. مدیر صاحب میتونید برای ما بگید که فرق بین آبهای معمولی و آبهای معدنی در چیست؟ بلکل، شما خودتان شاهدال هستین وقتی که شما در بعضی جاها به سفر میرین، آبی که در رودخانه ها روان میباشه، در جوچه ها و در نهرها، شما در داخل از او ببینین بعضی اشیایی رو میبینین، مثل بعض جلبک هاست، بعض گرد هاست، ریگ است. آب معدنی با آب گفته میشه که اول وقتی که از مخزن خارج میشه در تصفیه خانه ها تصفیه میشه، اونمو مواد اضافی یا اونمو زنگ یا دود یا اونمو بویی که داخل از او میباشه توسط ماشینالات و تصفیه میشه
و بعد از اون دوباره منرالایی که برای ضرورت است که در یک آب معدنی باید باشه، از نامش معلوم است وقتی که معدنی میگیم یعنی اونمو منرالا را باید داخل از آب باشه تا اونمو وجود انسان آب را که استفاده میکنه شما دیده باشین دو کلسیم است، سدیمش که باید صفر باشه به خاطر بعضی مشکلات و مگنیزیم است. موادایی را امروز دوباره یک جای میسازد تا اونمو آب معدنی که میگیم که معدنیات که به وجود انسان او بسیار مفیدمند است، باید او معدنیات دوباره امروز آب معدنی یک جای میسازه که برای او گفته میشه آب معدنی سالم. و یکی ما شما آب تصفیه شده را داریم. آب تصفیه شده به کدام آب گفته میشه؟ آب که فیلتر میشه فقط. تصفیه میشه از چی؟ از اونمو بوی، از کلور و بعض مواد دیگه که است او رو تصفیه میکنیم. ولی سدیم نمکاش نمیره. ولی نمکاش نمیره. و وقتی که آب معدنی میگیم آب است که سدیمش اونم تمام اونم ریگ یا چیزای مضرش دور میشه، دوباره او مثل شفاف میشه، تمام مواد از پیش دور میشه و دوباره امروز مواد معدنی دیگه اضافه میشه. بله بسیار عالی مدیر صاحب. و مدیر صاحب اگر پیام یا گفتین دارین ما در خدمت هستیم برای بینندگان. خب پیام برای هموطنان عزیز ما است که کوشش کنن از همین تولیدات وطنی خود ما استفاده کنن. آب معدنی به خاطر از اینکه تعداد بیشتر آبها آلوده شده و به خاطر سالم بودن خودشان و اطفالشان از تولیدات معدنی آب کسل استفاده کنند. اگر اجازه بدین ما بریم کارهای شرکت ببینیم، کارهای کارمندان تانو ببینیم که چه کارهایی را میکنن برای بینندگان ما به نمایش بگذاریم. اگر میل باشین ما بریم دیگه. بسیار زیاد خوشحال میشیم که شما به هموطنان ما مسئولات داخلی کشور معرفی میکنین و شما ببینین که به چه تعداد هموطنان ما در اینجا مصروف میشه. بینندگان گرامی با ما باشید. با این کتاب با این قلم حالا کشور بسازیم، از این سرای وحشت جای بهتر بسازیم، جای بهتر بسازیم از جنس مهربانی و از چشمه محبت. سلام دکتر صاحب، خوب هستین؟ سلام علیکم، بخیر باشه. شما خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ بخیر آمدین؟ خوش آمدین. تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب در قدم نخست میشه خودتون برای بینندگان ما معرفی بکنین؟ چون ما وقت شما دیدیم نامتون باید بشناسیم. بله چرا نه؟ بسیار خوب گپ است. اسمم محمد ناصر عزیزی است، یکی از کارمندای شرکت پیرزاده گروپ کار میکنم و بخش کوالیتی را پیش میبرم در اینجا. فعلا خودم مصروف کار هستم اینجا. خب دکتر صاحب شما چه فعالیت هایی را در اینجا انجام میدید؟ در اینجا خب فعالیت های ما دیگه زیادتر نسبت است به هر چیز زیادتر است. باید به هر چیز کوشش کنیم که یک چیز خوبتر بهتر شود، چون کوالیتی هستیم. باید چک کنیم هر لحظه ماشین خود، آب خود، تولیدات خود و کل چیز خود باید ما چک کنیم از یک سر، به خاطر که بر هموطنان عزیز ما یک چیز خوبتر بهتر در بازار عرضه کنیم. راستی دکتر صاحب من وقتی میخواستم داخل بیام من اجازه ندادم تا وقتی ماسک و کلاه نپوشیدم. به چه دلیل بار اجازه نمیده بدون ماسک و کلاه؟ خب بسیار خوب. ماسک و کلاه اینجا خب ضرور است تا هر کسی که باشه که مدره، چون سایه تولیدی است، مواد غذایی است، خوراکی است، به خاطر صحت انسان. بعضی اشخاص است که مثال بیاین یک مریضی یک تکلیف می داشته باشن که ساری می باشن، نظر به تعفن دان از اونها میتونه که باعث مشکلات شوه و کلاه را به خاطر از این میپوشن که موی سر بعضی کسا رونده است میره موی سرشان، پس به او خاطر ما کلاه را میپوشن که موی سرشان را خدا نخواسته در کدام بوتل نچسبه یا در کیپ بسته بندی ما وقتی که میکنیم کدام موی کسی نباشه که به او خاطر مضر است. از من موی میرزه؟ خودت میدونی که میره نه. خب بس اینجا قانون نمیته یک چیزی است که باید سر کلی تطبیق شه و کلی باید کلاه، ماسک، دستکش، همه چیز باید منظم بپوشه و داخل بیاید. بله دکتر صاحب. دکتر صاحب اینجا آب خوب زیاد است والا نه؟ حال شما در خانه او نمیخورین اینجا شکمار سیر میگیرین دیگه یا نه رقمی نیست؟ نه رقمی نیست. هر انسان در روز 3 لیتر و در انسان سالم البته که کار فیزیکال نمیکنه و کسایی که در کار فیزیکی کار میکنه باید و در 3 لیتر و روزانه زیادتر بنوشه، به خاطر که وجود کمبود میکنه. وقتی که وجود کمبود شد احساس خستگی، ناراحتی میکنه و احساس ضعیفی بدن میکنه. وقتی که بدن اوش کم شده رفت انسان ضعیفی به وجود میاد به وجودش. بله دکتر صاحب. بیننده‌های گرامی یادتان باشد که انسان فقط میتواند با 2 روز بدون آب زندگی نه، تا در روز دومش با یک علم سختی خود تحمل کنه میتونه، ولی با غذا میتونه 1 هفته رو تحمل کنه.
خب دکتر صاحب ما زیاد وقت نمیگیریم و برای بیننده های مامیا را بتشه کنین، چون این وقت ما خودم دیدم واقعا تعجب شدم یا مدنی چی هست که قدر دستگاه بزرگ داره. پس به معرفی بکنین. در بیرون هنگر خود یک ذخیره استورج تانک داریم که را واتر میآید اونجا، به حساب را واتر میگیش که از چا میآید در ذخیره. در قدم اول وقتی که اونجا ما میآید اونجا کلورین دوزنگ میشه که میکروبات ها که در داخلش هست اول در اونجا از بین بره. تمام میکروبات که در اونجا از بین، بعد از این ما چی میکنیم؟ پمپای خود چالان میکنیم. ما میآید در قسمت سان فیلتر. سان فیلتر که این برمود تربیلیتی شفافیت او مورا اول در اینجا جور میکنه و بوی کلورین ای گرم نمیگیره. میریم با دیگه. و دکتر صاحب یک دفعه ببخشید دیگه اینی چیزی قدر او به سرعت میره؟ ای برمو گیچ پمپای ما رو نشان میده. کدام وقت خدای نخواسته اگر کدام پمپ ما خاموش شود گیچ خود پایان میکنه. بسیار عالی دکتر صاحب. اول بزرگام قدم ترن. آسان فیلتر او ما وقتی که پر شد ذخیره ما آمادهش میاد در کربن فیلتر که بوی کلورین چربی و تمام چیزی که می باشه در آب این آب میگیره مکمل. او را ایره دیگه نمیبونه که طرف با فیلتر ما یا با دیگه فیلترهایی که ما این طرف داریم با مثل ممران از کار فیلترهای چیز از این طرف 0.1 و 0.5 مایکرون ماست که از خراب نشه. به او خاطر این تمام بوی تمام چیزا را به خود جذب میکنه، به خود میگیره و از این مرحله میای به مایکرون 5 میای در مایکرون 5 خیام شکل داره که نباید از پیش از این کدام پارتیکل خردی هم که باشه از این نباید اگر تیر شود. و از این وقتی که ما خلاص میکنیم بعد از اون میای به مایکرون 1 ما. این مایکرون 5 شد و این مایکرون 1 شد. این هم مکمل تمام چیز را میگیره که دیگه او طرف اجازه نداره که بره. میریم به ممران میریم. وقتی که مکمل او مورا فلترشن کرد میته به ممران دوم. این هم خواص از یا چیزی است که TDS او اگر بالا باشه یا تمام TDS به خود میگیره. او مورا او طرف بسیار راحت بسیار نرم میکشه. وقتی که ممران ما تصفیه شد خلاص کرد خدا میاییم به این طرف. و انتیسکولان به خاطر خود داخل ممرانای ماست که ممرانای ما را خراب نکنه ما از انتیسکولان ده استفاده میکنیم که ده میره. و این هم مواد pH است که pH خود ما میتونیم که کتازی چی کنیم بالا ببریم. دوزنگش بالا ببریم pH ما خود بالا میکنه و اگر دوزنگش بکنیم پایین کنیم pH ما خود پایین میکنه. و این استاد اینه قدر مونده تو یکم مونده تو 40 ساعت. ممران ما مرحله آخرش به این قسمت است که دیگه میره به طرف ذخیره میره به ذخیره استوریج ما میره که باید اینجا ذخیره ما چی شوه آماده شوه او ما خودمون منرال میکنیم. از این قسمت ما یک پایپ داریم که میره او صفر میره در داخل ذخیره ما. این وظیفه خود اجرا میکنن او منرال میکنیم ما. پس وقتی که اینجا او ما صفر میشه صفر TDS میشه. پس ما دوباره منرال میکنیم که نظر به وجود و مقاومت وجود انسان ما TDS خود برابر میکنیم که TDS خود برابر میکنیم امرا با pH خود برابر میکنیم. اینجا مرحله که پیش قبلا شما ذکر کردید که میکروبات اول خون یا گفتیم کلورین ما استفاده میکنیم به خاطر که اول از را واتر بر از را واتر ما خلاص شدیم آمدیم در سان فیلتر هم تعریف کردیم آمدیم در کربن فیلتر هم تعریف کردیم. مایکرون 1 بود مایکرون 5 بود و ممران بود و دوزنگ. سر درگیر شما چطوری ریفز داخل این مرحله ما من تلاش میکنم صد کی ریفز نشدی. این مرحله ما همش تکمیل شده. ما از این مرحله برآمدیم بخیر میریم اینال مرحله بعدی رو میبینیم که او چه رقم مکس میشه و کدام چی خواص دیگر به خود میگیره و چه رقم پرکاری میشه، چه قسم سرپوش بسته میشه، چه قسم تاریخ لیبل و شرنگ چه رقم میشه. میریم با هم یک جای میبینیم. بیاین دوستان گرامی باغ وطن خود را بارور بسازیم پر ثمر بسازیم با هم دیگر بسازیم وطن دارای گل را کمی خوشتر بسازیم کمی خوشتر بسازیم. وقتی که همین مرحله خود ما طی کردیم او ما تمامش میاد در آرو تانک میاد ما ایرا چک میکنیم اوشه که TDS و pH ما برابر باشه. همه چیز خود وقتی که ما مطمئن شدیم میتیمش به ذخیره اوزون. پیش از اوزون این چی میکنه UV لایت داریم ما این به نام UV لایت میگه. تمام UV لایت تمام میکروباتی که در داخل از آب اگر باشه UV لایت ما میتونه که چی کنه از بین ببره.
در مرحله دوم میایم در اوزون تانک. اوزون تانک ما اوزون همی وظیفه‌اش است که میکروبات از بین ببره. وقتی اوزونشان میشه این برای 48 ساعت او ما اینجا چی میشه؟ ذخیره میبونه تا اوزون ما خود تبدیل به چی کنه؟ با اکسیژن کنه. دیگه با این مرحله وقتی که اوزون خود او ما دیگه آماده است، ما میتونیم که او خود برای فیلر تسلیم بدیم. یعنی ما آماده هستیم اگر تو پرکاری بوتل حق داری، اجازه داری که تو شروع کنی. یا استاد مثلا وقتی ما فوتبال میگنیم تو بس پیش ما که میریم میندازیم در گل پکن میم کار ما خلاص الان کار خودت بوده دیگه. الان یه محمود مثل فوتبال ورستی. دیگه حالا شما میفهمین کارتون که چی میکنین. دیگه میریم سر ماشین فیلر خودم میبینیم که چه رقم فیلر ما پرکاری میکنه، چه رقم سرپوش بسته میکنه و چه رقم پس دوباره رخصت میکنه به طرف لیبل. یکی برای سلسله به سلسله مثل یک زنجیره است میگه، حلقه به حلقه باید ما پیش بریم که از نگاه کیفیت و از نگاه مقاومت بوتل از همه چیز ما باید چی کنیم؟ اطمینان خود حاصل کنیم. کارگر بره سر کار، معلمای ما هم بیاین شاد بسیار، همگی دست به کارو باشن شاد و آرام، شاگرد کارای خود را قشنگتر بهتر انجام. سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلام خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ خیر بخیر باشین. تشکر، سلامت باشین. تشکر. میشه در قدم نخست خدا رو معرفی بکنین؟ بنده صدیق‌الله هستم، کارمند تی پی جی، فقط ماشینکار آرو. آقای صدیق‌الله، این نام این دستگاه چی است؟ این ماشین ما به نام ماشین آرو یاد میشه. این دستگاه مکمل از همون فیلتر که از همون چا گرفته میشه تا فیلتر میشه، این ماشین آرو گفته میشه. خب اینجا مشکلات چونه میبینم؟ بله، اینجا همه مشکلاتی که پیش میاد بر ما در روی اسکرین نشان داده میشه. هر مشکلی که پیش بیاد آلارم داره، آلارم میگیره و ما میبینیم که چی مشکل داره. بعد در روی آلارم میریم، اینجا آلارم نوشته است، میبینیم هر مشکلی که بود و ما نشان میده. اگر مشکل جدی نبود خب اون مشکل جدی نیست، اما مشکلی که بود ما استاپ میکنیم، مشکل خود حل میکنیم، دوباره کار خود شروع میکنیم. تشکر. اگر کدام پیام یا گفتنی برای کسانی که در دیگر شرکت‌ها کار میکنن دارین، ما در خدمت. باید متوجه صحت همه باشن، نه تا متوجه صحت خود. چرا که او صحیح که شد و همگی میتونن ازش استفاده کنن. وقتی اگر ما بخوایم براتون کوتاه بگم که اگر تنها در فکر جهان خود باشین دیگه خوب باز نشد. باید خدای خود بالای سر خود دیده همه چیزا باید نرمال پیش ببره. خب دکتر صاحب، شما او سم دستگاه را برای ما معرفی کردید. اول من که دیدم این چی است؟ مثل سیف ورست. سیف های ما در خانه کالای ما رو میمونیم. جایی است که پریفرم دی نگاه میپرتیم که این پریفرم پس ماشین دوباره ایره میره، ماشین پروسس میشه، گرم کاری میشه، پس دوباره میره به قالب و این بوتل تولید میشه. دوستان عزیز، حالا رسیدیم به بخشی که بوتل میسازن و باشی رو واز کنه دکتر صاحب. این قسمت دو دانه ایتر داریم که پریفرم میایه، پریفرم گرم میکنه نظر به درجه حرارت. اگر کم کنه بوتل کنجا بره میکپه، اثردی سفید میبونه یک بغلش و اگر جات هم داغ شوه بازم یک بر شما یک مشکل ایجاد میکنه در وقت ساخت بوتل. ما این به نام سلندر از کار کدامش یک دانه پریفرم میگیره میبره اونجا 5 تا که یک جای شد سانسور آدر میته. قالب ما 5 بوتل است که 5 دانه بوتل همزمان بر ما کشیده میره. میته بر از او باز اونجا قسمت هوا داریم که هوا میتش بر ما اون طرف از او بوتل تولید کرده میره. پریفرم خورده که ما اشاره کردیم از این قسمت بر ما به این شکل بوتل. این بر ما بسیار یک بوتل شفاف پر مقاومت و بسیار یک دیزاین خوبش مقبول بر ما میته، چون در این قسمت هم نشته است کسل و این بوتل ما بسیار شفاف است، پاک است. هم ما میتونیم چکش کنیم در ماشین. میریم به مرحله بعدی. یعنی بیننده های عزیز، تو گل بشانیم هم قدم بمانیم، زبان صلح خوب است اگر او را بدانیم، اگر او را بدانیم. دکتر صاحب بفرمایید.
قبلا که ما شما گفتیم که ماشین بلومودینگ بر ما شما بوتلای ما رو جور میکنه، توسط کانویر بر ما روان میکنه به داخل فیلر. این حالا میبینیم که فیلر چی کار انجام میده. در قدم اول بوتل بر ما از کانویر که میاد در قسمت چیز میره ستاره میره به شستشو. بعد از او بوتل ما میاد در قسمت ذخیره که او هم در چرخش است، اونجا پرکاری میشه که در این شخص حق نداره که دزده هیچ کسی. وقتی که بوتلا کلش شستشوی خود خلاص شد میان در ستاره که توکل میاد در قسمت پرکاری ما. البته پرکاری ما با اندازه دقیق خود که دقیق تر است، امو اندازه نه کم نه زیاد پر میشه. وقتی که پرکاری شد میاد در قسمت سرپوش. در قسمت سرپوش چی قسمت؟ قسمت سرپوش در اون قسمت مثل پریفرم رو جای داره که ما سرپوش خالی میکنیم. سرپوش میاد توسط خط خود در این قسمت واژه قسمت خودش سرپوش خودش بسته میکنه به اندازه خود با معیار استانداردی که هست که باید نه اونقدر سخت‌تر باشه نه اونقدر سست‌تر باشه که لیک کنه. این قسمت ما یک اسکرین داریم که روشن است. به او خاطر ما میبینیم که بوتل ما کدامش چی نداشته باشه، اوش کم نشده باشه، یا سرپوش ما کدام مشکل نداشته باشه، یا بوتل ما را خود فیلر مثل که قبلا گفتیم اگر درجه حرارت ما کم شوه یا زیاد شوه این قسمت ها سفید شوه. به او خاطر ما میتونیم که در اسکرین چی کنیم، خود مطمئن بسازیم که بوتل ما شفاف است. وقتی که اگر یک کدام مشکل داشته باشه اتوماتیک خودش خط استاپ میکنیم. پس به او خاطر این وقتی که کارش اینجا تمام شد میته به کجا برای ماشین تاریخ که توی تاریخ بزن. مهر و برادری را در وطن بیاریم، بروی سبزه باز آمدیم سر ماشین تاریخ زن. ماشین تاریخ زن ما لیزری است. مثل که شما اینجا میبینین این لیزری تاریخ میزنه. این رنگ نیست یا کدام رنگ باشه که ما توسط رنگ بزنیم. بعضی بوتلایی که مثال با رنگ تاریخ میزنه رنگ دار میباشه او با مرور زمان تاریخ از بین میره. پسیر ما لیزری تاریخ میزنیم به مدت 1 سال که روزش، تاریخش، ماه، سال، ساعت، کل چیز از این مکمل. حتی ما این پیج لمبر هم داره. میریم بلقی بعدی که لیبل است ببینیم که چه قسم لیبل میزنه بر ما. دیگه میریم با هم یک جای میبینیم. بریم. اگر توفان گرفتن پدران نیا کن، بر خانه خانه می شد از هر سوتی. خب دوستان عزیز با دکتر صاحب اومدیم به بخش تاپه. بیا بیر دکتر صاحب. ببینید دوستان عزیز، دکتر صاحب اگر انسان باشه به خدا تا چند روز بعد دیگه باید چقدر طول بکشه نه؟ اینجا وقتی که لیبل میزنه لیبل در کمر بوتل اسقاط میکنه و بوتل مو میره به قسمت بخار. بخار میبینه پرس میشه. وقتی که پرس شد دیگه بوتل کدام مشکل نداره. وقتی که در ماشین حرارت اینجا میای یا بخار یا تاپ ایره مکمل پرس میکنه. به او خاطر وقتی که پرس میکنه این دیگه امکان نداره که از بغلش کتاب بخوره یا چسبک داشته باشه یا کدام رابر تیپک باشه. هیچ کسی حق نداره که در بوتل دست ده. اونموجه کل عملکرد خود بوتل، خود ماشین بوتل در خط خود میه و ماشین عمل خود اجرا میکنه. پس به او خاطر کل چیز اینجا چیز فول اتومات است. ضرورت به این نیست که ما یک تا بوتل سرپوش بزنیم یا ما اینجا مثال خراب شه و کور لیبل بزنیم. هم یک تا لیبل هم 1 سانتی که از جای خود پایین یا بالا باشه و بوتل ریجکت میشه. بله دکتر صاحب. دکتر صاحب وقتی از اون قسمت ما دیدیم تو تبخیر شد من فکر کردم میام خیت شد، ولی حالا که شما دید زدین این فقط عرقای بیرونش بود. خب پس دیره بریم دجاش. آیده میبونیم دجاش میریم در مرحله بعدی. حالا قلم میگیریم با فکر و عزم محکم، بر رسم جنگ میمانیم امروز نقطه پایان. اگر آزادی خواهیم از قید و بند هر کس، ما هم کلام شویم و بر جنگ ها بگیم بس، بر جنگ ها بگیم بس. با این کتاب با این قلم حالا کشور بسازیم، از این سرای وحشت جای بهتر بسازیم، جای دکتر صاحب در فکر می مرحله آخر است. ولی این مرحله آخر است که شرنگ خودش بسته‌بندی میکنه 12 دانه بر ما. دیگه اینجا بر ما میای آرام آرام خودش شمال یخ میته به خاطر که پلاستیک ما خدای زره سرد بسازه که ورداشته شود. دیگه اینی جای بر ما 12 دانه میایه. بازی ما چک میکنیم، سعی میکنیم که این مقاومت داره نداره. این قسمت پرس میشه. چقدر داغ است؟ داغ به خاطر از که داخل چیز امو
بسیار یک حرارت داره که پلاستیک بر ما باید بچسبانه. دیگه به او خاطر ما ایده چی میکنیم؟ چیزی که اینجاست که مثل که لیبل بر ما پرس کرد، اینجا خود پلاستیک بر ما شما چی میکنه؟ اینجا پرس پلاستیک است. پلاستیک شرنگ است البته. اون قسمت کلش استور میکنیم، میبونیم تک زده میشه که برای 48 ساعت انهول میشه که دیگه کساک نداره که دزدیه، و بعد از اینکه 48 ساعت پوره میشه بازی در میکروبیولوژیکی ما چک میشه، چک میکنیم کل چیز زیر باز هم چندین نوع تستای دیگه اسکورا میکنیم و بعد از او باز ما برای مشتریای خود در بازار عرضه میکنیم. استاد میشه اینجا یک مالک زد؟ نه خوب مربوط این دیگه کم بر کار است دیگه، این خوب بر ساتری نکات باشه. 72 ساعت وقت میگیره از تست میکروبیولوژیکی ما. بعد از اون ما میتونیم که در بازار برای مشتریای خود و به هموطنان عزیز خود بسیار خوبی یک او بهترین نوع که در نظر گرفتیم ما برای مشتریا و به هموطنان عزیز خود تقدیم کنیم. تشکر دکتر صاحب که تا آخر برنامه با ما بودن و دکتر صاحب از ما و شما خداحافظ. ویرستی ما پیام از جان رفته خدا ما چقدر گنگ شدیم. خیر است دکتر صاحب، بالی اگه پیام یا گفتنی برای بیننده های ما اگه دان ما در خدمت. خب برای بیننده های عزیز تلویزیون معارف گفتنی خاص ندارم. گفتنی خاص من فقط امی است که همیشه وقت که از هر جای، از هر نقطه، از هر جایی که آب میگیرن یک آب صحیح را بگیرن که برای وجودشان نقص نداشته باشه و برای دوستای خود کسایی که صدای ما از طریق تلویزیون میشنون و باید در هر جایی که کار میکنن صادقانه کار کنن که هر جای از کشور ما سر پای خود استاد شود. تشکر دکتر صاحب، پس خدا یارو نگهدار. خدا مهربانی و از چشمه محبت باغ وطن خود را بارور بسازیم، پر ثمر بسازیم، با هم دیگر بسازیم، وطن دارای گل را کمی خوشتر بسازیم، کمی خوشتر بسازیم. خاران برادران قشنگم، یکی از چیزای این شرکت که من زیاد به خود جلب کرد امی سازای بوتلا و دیزاینای بوتلاشان است. واقعا که به چه شکل‌های منظم و مقبولی این بوتلا رو میسازن و بخصوص که ایش تازه به بازار آمده و ببینین ما یک اگر اجازه رئیس باشه ما یک کمش بگیریم بخوریم. ببینین ماسک همه قم بخورم نمیشه باشه قم بخورم. واقعا دست این شرکت درد نکنه که بوتل به ما دادن. حال ما میبرم خانه. خب دست با جست و ببینین این بوتل چی بزرگشان است یا امی که امیالی گرفتم. و بیننده گرامی ما شما فهمیدیم که آب معدنی چگونه تهیه می شود و ما از شما خواهشمندیم که در مصرف آب و این نعمت بزرگ الهی صرفه‌جویی بکنید تا افغانستان عزیزمان خدای نخواسته دچار کمبود آب نشود. بیا تا قدر این نعمت بدانیم که در بحران بی‌آبی نمانیم. بیا از بحر حفظ آن بکوشیم وجود آب را ارزش شماریم. Bye hello again and bye visit again. Goodbye. See you later alligator. Have a nice time.